سفر شود. دوستان از این پایین که میبینین این منطقه کارتی پروان شهر کابل هست. یعنی سرک هم که میبینین سرک باغ بالاست دیگه. یعنی باغ هم که میبینین خود باغ بالاست و اون هتل هم که در پشت از این لوحه میبینین. پیشتر بریم مال یا دستفروش ها هستن. شیر میفروشه، بولونی و این طرف هم دیگه جلغوزگک و جگر هم هستین دوستا. جگر خیلی انار میفروشن دوستا. سلام و درود نصار تمام شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی و روزگارتون به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان از این پایین که میبینین این منطقه کارتی پروان شهر کابل هست. یعنی سرک هم که میبینین سرک باغ بالاست دیگه. یعنی باغ هم که میبینین خود باغ بالاست و اون هتل هم که در پشت از این لوحه میبینین. پیشتر بریم مال میبینین شه هتل انترکانتیننتال که حرف با گفتن نمیمونه، همه میفهمن چه قسم هتل است و چه جایگاهی داره در افغانستان. و همگی میفهمه، ضرورت به تشریح یا گفتنش نیست. این سرک دوستان عزیز طرف کارتی پروان میره. موترایی که میان بر میزنن دیگه، یا موترایی که سر شمالی میان زیادتر از میرو میان طرف کوته سنگی یا باغ بالا. این هم سرک باغ بالاست. ما در لب سرک نمیریم دوستان عزیز، کال نگوین. در لب سرک یک پیاده رو که کوچک هست در این طرف همیسو میریم. اما تصمیم داریم که از سرک اول بگذریم بریم اون طرف و اون طرف دیدن بکنیم، چون ایسو هم افتا هست و هم چیز نیست که نشان بکنیم. فرصت مناسب بوده میبینیم که موتر نیست و از سرک میگذریم دوستا. اینجا بگذاریم از موتر. یه دوستان عزیز آسان خدمت هست. اینجا کسایی که نکاحتتون مثلا نشی میکنن، تاپا میکنن یا تاپ وزارت خارجه میزنن یا به هر صورتش کارهایی که کار آسان خدمت میکنن، این بدون واسطه. منظور از این که شما اگه برین ریاست ترافیک کارهایتون پیش ببرین بسیار وقت میگیره، جنجال هم زیاد داره. اینجا این اسناد رو تسلیم میکنین، تمام کارا خودش پیش میره و در اسرع وقت براتون اسنادتون رو تحویل میده. کارهای خدمات ترافیک، دکار، جواز، برخنا، پیژندگان، پاسپورت، خدمات ترانسپورت زمینی، شهاده او معلولین و مالی حقوق، تمام از کارا را میکنه آسان خدمت و بسیار بیربار هم داره دوستان عزیز. ببینید این طرف مردم شیشته. یا دستفروش ها هستن. شیر میفروشه، بولونی و این طرف هم دیگه جلغوزگک و جگر هم هستین دوستا. جگر خیابانی و روی سرک کابل. جگر اشتیا دارین جگر وطنی بخورین. جگر وطنی سر سرک. بیاییم دوستان عزیز کم پیاده رو. یعنی راه دروازه یا راه هتل انترکانتیننتال هست دوستان عزیز که پشت درختا برتون کمتون معلوم میشه. طرف هم دوکان ها رو دیگه میبینیم دوستان عزیز. الپیشی تکسترار، لبنیات چوپان، حسل و سیفه، صفیه درست معلوم نمیشد. این کوچه های
کارت مامورین دیگه دوستان عزیز میشه. کارت مامورین یک ویدیو جداگانه می داشته باشیم دوستان عزیز، منتظر ویدیوش حتما باشیم. ناگفتن من دوستان عزیز بسیار یک منطقه پاک و زیبا داره کارت مامورین، یک منطقه دیگه که بسیار خوبش و بسیار عالی. انشالله اگر قسمت بود یکی از روزا زوجم دیدن میکنیم و میبینیم چه قسم باز جای هست. طرف مبارک چاپ گاز از دوستان عزیز. این موتورایی را که میبینین کلاشان یا سیستم گازی پسته میکنن یا خراب شده جور میکنن. این مامورین و کارتا علف سرک اول یا علف کارتی مامورین از دیگه دوستان عزیز. از باغ بالا دیگه، از سرک باغ بالا یا از گردنی باغ بالا پایین شدیم. انار میفروشن دوستان. این طرف هم امرود هست. خانه ها رو ببینید چقدر زیبا و ماهی. طرف دیوار پیاده روش هم هست. این دیوار پیاده روش هم دوستان عزیز بسیار زیباست. گفتم کوچه ها و خانه های کارت مامورین بسیار زیباست دوستان عزیز، بسیار زیاد. اون دیوار دروازه از اینجا رو ببینید چقدر زیبا و بزرگ است، مثل یک باغ ورس. اون طرف هم دوستان عزیز پوهنتون پل تکنیک که میگن دیگه، اونم پوهنتون است. خب دوستان عزیز با معذرت، امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنین سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همه تنه به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.